خب اینجا یک سرو درایور دلتا 220 ولت تکواز 750 وات داریم، 3000 درود بر دقیقه هست و اینم موتورشه. ابتدا شروع کنیم و این موتور رو وصل کنیم به درایور. اینجا یک سیمی هست که این کابل برق موتور هستش. اینجا یه سفید داریم، قرمز داریم و مشکی وصل میشه به W، سفید وصل میشه به V و قرمز وصل میشه به U. ما اینجا زیر درایور یه کانکتوری داریم برای موتور U، V و W. خب به شما که سرو درایور رو میدن داخلش این کانکتور هست و این کانکتور هم هست. این سیم خودتون باید برید درست کنید. این سیم برای این که برق موتور رو وصل کنیم و به این UVW هم دقت کنید. W مشکی، V سفید، U قرمز. خب این کابل موتور رو اینجا شو وصل میکنیم و این سرش هم وصل میشه به زیر درایور. یه UVW داریم. نکنید اینم به این صورت اینجا جا میزنیم. این سیم دیگر رو، سیم زرده رو باید وصل کنید به اینجا، به بدنه. خب این کابل برق موتور رو وصل کردیم. مرحله بعدی میرسیم به کابل انکودر. این کابل انکودر هست برای اینکه انکودر رو وصل کنیم به کانکتور CN2. یک سرش وصل میشه به کانکتور CN2 و بعدش هم این دوتا پیچ هاش رو باید صفر کنیم. یک سر دیگه کانکتور CN2 رو هم باید وصل کنید به انکودری که روی موتور هست. تا اینجا موتور رو به درایور وصل کردیم. مرحله بعدی اینه که خود درایور رو باید به برق 220 ولت شهری وصل کنیم که اینجا کانکتورش هست. یه L1C داره، L2C داره، ROS داره. L1C و R رو وصل میکنید به یه طرف برق شهر، L2C و S رو هم وصل میکنید به طرف دیگه برق شهر. یه چنین کانکتوری وجود داره توی جعبه درایور برای اینکه همین برق 220 ولت رو ما تامین کنیم. L1C و R رو وصل میکنیم به یه طرف برق شهر، L2C و S رو هم وصل میکنیم به طرف دیگه. بعدش هم این دو تا سیم وصل میشه به برق شهر دیگه. بعد این رو ما باید متصل کنیم به اینجا. این کانکتور برقیه که وصل میشه به درایور از طرف برق شهری. کانکتور بعد که وصل میکنیم کانکتور USB هستش. یه کانکتور USB داریم که وصل میشه به اینجا و طرف دیگه‌ش هم وصل میشه به USB کامپیوتر برای اینکه ما توی پارامترهای درایور بنویسیم و بخونیم و یه سری عملیات ها رو با استفاده از نرم افزاری که داره انجام بدیم. تا اینجای کار راجع به پورت CN4 صحبت کردیم که این وصل میشه به USB کامپیوتر. راجع به پورت CN2 صحبت کردیم که این برای انکودره. پورت CN1 ورودی ها و خروجی های دیجیتال و آنالوگ این درایور هست و همراه این سرو درایور فقط کانکتورش هست، یعنی فقط این هست، بقیش خودتون باید بسازید و چنین چیزی رو اضافه باید بخرید. اینم وصل میشه به اینجا. یه کانکتور 50 تاییه که حالا همراه درایور فقط اینو بهتون میدن، ولی این تیکه اضافهش هم شما میتونید برید بخرید که این 50 پین رو ما آوردیم اینجا بیرون، بهش دسترسی داریم. این کاربرد این کابل اینه که این 50 پین CN1 رو گذاشتیم اینجا و اینم حتما سفتش کنید. خب الان برای اینکه سرو درایور رو روشن کنم اینو فقط وصل میکنم به برق که اومده، این کابل برقشه که اومده وصل شده به این بالای درایورم. خب اینو وصل میکنید به برق. خب موتور الان روشن شد و هیچ اروری نداد. شما دفعه اول که موتور رو روشن کنید احتمالاً چند تا ارور میده که حالا به اینا بعداً میپردازیم. الان میخوام راجع به این نمایشگری که اینجا داریم و این دکمه‌هایی که زیرش هست صحبت کنم. اینجا یه دکمه مود داریم، یه دکمه بالا، یه دکمه پایین، یه دکمه شیفت و یک دکمه ست ما داریم. اگر دکمه مود رو یک بار بزنید، ما اینجا نوشته الان برامون که پارامتر گروه 0 شماره 12. خب اینجا یه سری پارامتر وجود داره. این شیفت رو اگه بزنم شماره گروه پارامترها عوض میشه. پارامترهای گروه 0 داریم، گروه 1 داریم، 2 داریم، 3 داریم، 4 داریم. هر کدوم از این گروه ها باز توش چند تا پارامتر وجود داره. خب که با این دکمه بالا و پایین شما میتونید بین شماره هاش جابجا بشید. مثلا برای اینکه سرور رو آن کنیم، فرض کنید یک بیتی دیجیتاله. برای اینکه سرور رو روشن کنیم باید بریم این بیت رو یک کنیم. این بیت اسمش سرو آنه، SO آنه. این بیت کجاست؟ توی آدرس P2C، یعنی پارامترهای گروه 2 شماره 30. خب برای اینکه برم به پارامترهای گروه 2 باید چیکار کنم؟ ابتدا باید شیفت رو بزنم که شماره پارامترها عوض بشه، بعد برم به پارامترهای گروه 2.
حالا میخوام برم به پارامترهای گروه 2 شماره C، چون اون بیت سرو آن اونجاست. حالا با استفاده از دکمه بالا این عدد 21 رو میدم میرسونم به پارامترهای به شماره C. الان پارامتر گروه 2 شماره C این پارامتر سرو آنه. اینو رو ست کلیک میکنم. خب الان من وارد مقدار این پارامتر شدم. پارامتر 2 شماره C یک رجیستریه. مقدارش رو که تغییر بدیم عملکرد سرو رو مشخص میکنیم. این عملکردی که الان داریم مشخص میکنیم آن کردن سرو موتوره. چون فرض کن یک پریفرال رو میخوای روشن کنی، مثلا اینکه پریفرال تایمر رو میخوای روشن کنی، اینجا هم داری سرو موتور رو روشن کنی، یه بیت رو باید یک کنی دیگه. حالا اینو میخوام یک کنیم. اینجا الان 0 نوشته و این 0 هم چشمک زنه. شما اینو یکی ببر بالا، دکمه بالا رو زدم یکی بهش اضافه شد. الان من این مقدار P2C رو یک کردم. بعد رو دکمه ست کلیک میکنی، بعد نوشته سیو. خب الان این سیو شد. من الان سرو رو آن کردم. پارامتر بعدی که میخوام تغییر بدم P405 یعنی گروه 4. خب الان من تو گروه 2 ام. برای اینکه برم تو گروه 4 باید شیفت رو بزنم. گروه 3 گروه 4 P4 حالا میخوام بشه 05. میخوام شماره 5 باشه. خب این دکمه بالا رو میزنم بشه 1 2 3 4 5. روش کلیک میکنم 3 تا میزنم. حالا نوشته 192. بچه‌ها این 192 RPM این جاگ اسپیده، سرعت جاگه. حالا این جاگ یعنی چی؟ ما این موتور رو الان میخوایم ببینیم کار میکنه یا نه، میچرخه یا نه. بعد میریم تو حالت جاگ. این حالت جاگ اینجوریه که شما یک سرعتی مشخص میکنی، بعد میگی موتور در این جهت بچرخه، موتور میچرخه. میگی موتور در اون جهت دیگه بچرخه، موتور میچرخه. اینجوری میفهمی که موتور میتونه خب بچرخه. خب الان این جاگ اسپید رو ما اینجا گفتیم 192 RPM. خب حالا مثلا من میکنم 197 RPM. برای دکمه ست کلیک میکنی. بعد الان رفتیم تو حالت جاگ. تو حالت جاگ چیه؟ من میتونم موتور رو الان بچرخونم. برای اینکه موتور در یه جهتی بچرخه دکمه بالا رو فشار میدم. میبینید موتور داره میچرخه. دکمه بالا رو فشار میدم، موتور داره پاد ساعتگرد میچرخه. حالا دکمه پایین رو فشار میدم، موتور داره ساعتگرد میچرخه. دوباره دکمه بالا رو فشار میدم، موتور داره پاد ساعتگرد میچرخه. ما الان رفتیم تو حالت جاگ. برای اینکه چیکار کنیم؟ برای اینکه موتور رو تست کنیم. خب ادامه میدیم با خوندن رفرنس منوال سرو موتور دلتا. ابتدا بیایید بریم به چپتر 8 سرو پارامترها. پارامترهای سرو موتور مثل رجیسترهای میکروکنترلر مقدارهای 16 بیتی یا 32 بیتی با یک آدرس مشخص توی حافظه هستند که وقتی ما اون مقدار رو تغییر میدیم میتونیم عملکرد سرو موتور رو تغییر بدیم، عملکرد سرو موتور رو تنظیم کنیم. اینجوری تنظیم میکنیم که سرو موتور چجوری کار کنه و اینها توی چند تا گروه هستند. اینها همون پارامترهایی هستن که ما میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم از طریق همون پنلی که روی درایور هست. گروه 0 مانیتور پارامترها، گروه 1 پارامترهای بیسیک و به همین ترتیب گروه 2 3 4 5. ما الان دو تا پارامتر رو ازش استفاده کردیم. پارامتر گروه 2 شماره C که SO آن بود و پارامتر گروه 4 شماره 5 که برای وارد شدن به حالت جاگ بود که موتور رو تست کنیم. بعد این پایین نوشته توضیحات سمبل ها. بعد اینجا چند تا سمبل نوشته. این سمبل ها کجا میاد؟ نکن اینجا شروع کرده لیست پارامترها رو آورده، لیست رجیسترها رو آورده. اینا مقدارهای 16 بیتی یا 32 بیتی هستن که یه اسم مشخص دارن، یه آدرس مشخص دارن توی حافظه‌ای که این درایورمون داره و ما با تغییر این مقدارها عمل کرده درایورمون مشخص میکنیم. بعد حالا کنار اینها هم شما می‌بینید سمبول‌های زده، ستاره زده، مربع زده. اینا یعنی چی؟ اینجا الان توضیحاتش رو نوشته. ستاره یعنی شما فقط میتونی اینو بخونی، نکن read only register. مثلث یعنی پارامترهایی که نمیتونن ست بشن وقتی سرو آنه. اون سرو آنه که P2C بود، گروه 2 شماره C بود که ما رفتیم تغییرش دادیم، اون برای روشن کردن سروه. حالا بعضی از پارامترها وقتی که سرو روشنه یعنی این SO آنه سرو آنه یکه نمیتونن تغییر داده بشن. اون پارامترهایی هستن که کنارشون مثلث گذاشته. مورد بعدی اونایی هستن که کنارشون دایره ان. اینا پارامترهایی هستن که برای اینکه سیو بشن و تغییر کنن باید برق درایور قطع بشه دوباره وصل بشه. پارامترهایی که کنارشون مربعه مقدارشون حفظ نمیشه وقتی که سرو موتور خاموشه. مثلا خود پارامتر سرو آن باید کنارش این مربع باشه دیگه، چون وقتی سرو موتور رو خاموش کنیم دوباره روشن کنیم که اون مقدارش رو حفظ نمیکنه. خب پس بریم پارامتر P2C رو نگاه کنیم ببینیم کنارش مربع داره یا نه. خب الان این P1 بعد P2 شماره C. P2C رو که میبینید کنارش مربع داره.
چرا کنار P2C مربع داره؟ چون اگر این پارامتر 1 باشه، بعد سرو خاموش بشه، برقش قطع بشه، دوباره روشن بشه، این پارامتر مقدارش 1 نمیمونه، تغییر پیدا میکنه به 0، به مقدار دیفالتش که 0 هست. کنارش یه مربع داره. خب پس ما بررسی کردیم تا الان که ما یه سری پارامتر داریم که همون رجیسترها هستن. بعد اینجا اومده به صورت خلاصه همه پارامترها رو گفته، پارامتر گروه 0 و 1 و 2 و 3. بعدش هم گفتیم که کنارش ممکنه ستاره داشته باشه، مثلث داشته باشه، دایره داشته باشه و مربع، که هر کدومشون یه مفهومی دارن که خیلی مهمه برای اینکه شما بدونید با اون رجیستر چجوری باید رفتار کنید. راجع به رجیسترها یک توضیح کوتاهی دادیم. بعد بریم از اول رفرنس منوال شروع کنیم به خوندن. چپتر 1 Unpacking Check and Model Explanation. اینجا مثلا نامگذاری درایورها و موتورها رو گفته، بعد گفته مثلا چه چیزایی توی اون جعبه‌ای که می‌خرید هست و از اینجور چیزها. اینا رو خودتون دوست داشتید بخونید. چپتر 2 Installation and Storage. خب اینجا مثلا گفته پیچا رو صفر کنید و کابلا رو خم نکنید و از اینجور چیزا گفته. حالا من از اینجا رد میشم. مثلا توی تابلو که خواستید نصب کنید فاصله با این ور اون ور باید چقدر باشه و فنا رو چجوری باید نصب کنید. و بعد اینجا ما میرسیم به recommended breaker و recommended fuse و این داره مشخصات قطعاتی رو میده که باید توی مداری که برای این سرو درایورمون هست استفاده بشه. مدار تامین برق سرو درایور داره این مشخصات قطعات رو میده. حالا من نیومدم و از خیلی از قطعاتی که اینجا گفته استفاده کنم. من خیلی ساده بستم سرو موتور رو، ولی اینجا یک سری مدارهای دیگه راجبش صحبت کرده که یکم بیان پایین‌تر به اون مدارها هم میرسیم. یکم بیان پایین‌تر. خب مثلا گفته که یه نویز فیلتر بذارید، بعد کنتاکتور بذارید اینجا، یک کلید وصل و یک کلید قطع و یک کلید قطع دیگه بذارید. اینم که بعد گفته اینجوری برقش رو تامین کنید. خب این مدار فرمان رو شما میتونی ببندی، ولی اینجا چون من هدفم آموزشی بود و می‌خواستم سریع روشنش کنم و به شما نشون بدم، دیگه مدار فرمانی نبستم و از این قطعات استفاده نکردم. ولی شما این فصل رو کامل بخونید. اینجا هم راجع به کانکتورها توضیح داده، راجع به ریجنراتیو رزیستور هم اینجا توضیحاتش رو نوشته. البته مدلی که من دارم 750 وات به بالا ریجنراتیو رزیستور داخلی هم داره. این برای چیه؟ برای وقتاییه که شما موتورتون یه حالتایی پیش میاد که مثل ژنراتور عمل میکنه، بعد یه انرژی برمیگرده تو درایور، این باید بره یه جایی تخلیه بشه، بعد این میاد توی ریجنراتیو رزیستور تخلیه میشه که ریجنراتیو رزیستور خارجی این که چجوری محاسباتش کنید و چی باشه و اینها توی همین رفرنس منوال هست. 3-4 اینپوت آوتپوت اینترفیس کانکتور. اینجا گفته که کانکتور CN1 فراهم میکنه دسترسی رو به 3 گروه سیگنال ها. یک گروه گفته جنرال، بعد 13 تا دیگه پروگرامبلن. این جنرال ها چی هن؟ اینا پین هایی هن که وضعیتشون ثابته، یعنی یک پین شماره مشخص داره با یک عملکرد مشخص. اینها برای ورودی ها و خروجی های آنالوگن، برای انکودر هستش، خروجی های انکودری که از موتور اومده، و برای اینکه پالس یا دیرکشن رو ورودی بدیم برای حالتی که پوزیشن کنترل هست. این پین ها وضعیتشون شمارهشون توی این کانکتور ثابت هستش. ولی این 13 تا پین دیگه که داریم که اینها پین های دیجیتال ورودی و دیجیتال خروجی هستن، اینها میشه شما مشخص کنی که مثلا DO3 این چی باشه، این کدوم خروجی دیجیتال باشه، یا DO2 کدوم خروجی دیجیتال باشه. همینطور برای ورودی های دیجیتال مثلا DI2 شما میتونید مشخص کنی که این پین شماره 10 که DI2 هست، ورودی دیجیتال شماره 2 هست، میتونید مشخص کنی که عملکردش چی باشه. و همین خاطر اینجا نوشته که 8 تا پروگرامبل دیجیتال اینپوت، یعنی شما میتونید مشخص کنی که اون شماره پین چه کاری انجام بده، کدوم ورودی دیجیتال باشه یا کدوم خروجی دیجیتال باشه. و 5 تا هم پروگرامبل دیجیتال آوتپوت داریم که اینها تنظیم این که هر کدوم از این شماره پین ها چه عمل کردی دارن توی رجیسترها هست. پارامترهای گروه 2 شماره 10 تا 17 و پارامترهای گروه 2 شماره 18 تا شماره 22. بریم صفحه بعد. این 50 تا پین رو شما اینجا میتونید ببینید. توی کانکتور CN1 ما 50 تا پین دادیم که ورودی ها و خروجی های دیجیتالن که اینها رو میتونیم تغییر بدیم که دو کدوم شماره پین میخوایم که کدوم عملکرد رو داشته باشیم. و بعدش هم یه سری پین هایی هستن که حالت جنرال دارن و شما نمیتونید تغییر بدیم، مثلا کام مثبت و کام منفی و GND یا آنالوگ مانیتور آوتپوت ها یا آنالوگ اینپوت ها یا پالس یا پین هایی که مربوط به پالس هستند و اینا رو عملکردش رو شما نمیتونید تغییر بدی. یعنی پین شماره 41 همین عملکردش، دیگه شما نمیتونید اینو تغییر بدی. ولی اینایی که برای خروجی و دیجیتال و ورودی دیجیتال شما میتونید عملکردش رو تغییر بدید
بری توی سری پارامترها هست که در ادامه بهش میرسی. خب اینجا توضیحات سیگنال های کانکتور CN1 که ابتدا اون جنرال سیگنال ها هستن که شماره پینشون هم ثابته، یعنی پین وی رفرنس مثلا شماره پینش 42 و شما نمیتونید تغییرش بدی. اینا رو اینجا توضیحاتش رو نوشته و شماره پین های اختصاصی که دارن. بعد از اون سیگنال های خروجی رو دادیم که اینجا اسم سیگنال های خروجی رو آورده و شما میتونی این سیگنال ها رو تنظیم کنی که روی چه پینی باشه. اینا رو شما میتونید تنظیم کنی. بریم سراغ جدول بعدی که سیگنال های ورودی رو آورده. DI سیگنال های ورودی، SO آن همون سرو آنه، این یک سیگنال ورودیه که ما ازش استفاده میکنیم و یک پینی رو بهش اختصاص میدیم. حالا اینجا پین دیفالتش رو نوشته 9 ولی شما میتونین رو عوض کنی. از این جدول هم عبور کنیم. در فصل 3 هستیم. خب در این جدول داره راجع به پوزیشن کنترل مود یه چیزایی میگه که به اینا کاری ندادیم، از اینا هم رد میشیم. من میخوام برسیم به سیم بندی ها. خب اینجا سیم بندی ورودی و خروجی آنالوگ رو داره میگه. من فعلا نمیخوام که از یک کنترلر استفاده کنم، من میخوام که خودمون با استفاده از دکمه اینها رو قطع و وصلش کنیم. خب برای اینکه این کارو بکنیم اینجا مدارش رو برای ما کشیده. وایرینگ دیاگرام ورودی های دیجیتال برای استفاده از تغذیه داخلی. خب ما میخوام از 24 ولت داخلی استفاده کنیم دیگه، منبع تغذیه خارجی که نمیخوام بذاریم. این پین VDD باید وصل به کام مثبت. بعدش هم اون ورودی که شما میخواید وصلش کنید رو باید وصل کنید به کام منفی. با یه دکمه ما میتونیم اینو وصل کنیم، مثلا SO آنو که مثلا DI1 گذاشتیم باشه، اینو وصل کنیم به کام منفی و وصل میشه ورودیمون. و کام مثبت هم باید وصل کنیم به VDD. خب حالا این VDD و کام مثبت و اینا کجا هستن و کام منفی؟ VDD پین شماره 17 هست، مثبت 24 ولت اوتپوت برای اینکه برای اکسترنال آی او ها ازش استفاده کنیم. کام منفی پین های 45 و 47 و 49 میتونن به عنوان منفی 24 ولت استفاده بشن. پین شماره 11 هم کام مثبته. خب این چپتر 4 این پنلی که دادیم و این دیجیتال کیپد راجبش صحبت کردیم قبلا. بریم تو چپتر 5 ترایل ران اند تیونینگ پروسیجر. این اولش رو خودتون بخونید، بعد میایم برسیم به اپلاینگ پاور تو د درایو. اینجا گفته سیما رو چک کنید و اینها. بعدش برقی که وصل کنید آلارم 14 ممکنه بگیرید. حالا این آلارم 14 چیه؟ این برای اینه که در حالت دیفالت اون اول که سرور رو روشن میکنید اون تنظیمات کارخانه‌اش این ورودی‌ها که هم برای هومینگ استفاده میشن، هم برای اینکه حد و مرز حرکت موتور رو مشخص کنن. برای اینکه ما الان از موتور استفاده کنیم باید این ورودی‌ها رو غیر فعال کنیم. برای اینکه این اتفاق نیفته شما باید برید تو پارامترهای P215, P217 و P216 و بدید این پارامترها رو صفرش کنید که این به این معنا هستش که این دیجیتال اینپوت‌ها دیسیبل هستن. پس اول اگه آلارم 14 گرفتی باید این آلارم رو اول حل کنی تا بتونی کار دیگه بکنی. برای اینکه این آلارم رو حل کنی برو پارامترهای P215, P216 و P217 رو صفر کن. خب از اینجا هم عبور کنیم. آلارم‌های دیگه هم خودتون بخونید و برسیم به جاک ترایل ران ویداوت لود. اینو ما خودمون انجام دادیم دیگه. ما رفتیم پارامتر P405 رو اونجا سرعت رو تنظیم کردیم، قبلش هم سرور رو آن کردیم، بعدش رفتیم حالت جاگ اسپید رو تست کردیم. بعد بریم از اینم عبور کنیم، رسیدیم به 54 اسپید ترایل ران ویداوت لود. خب اینجا خودش خیلی عالی برای ما گفته که باید چیکار کنیم. استپ 1 استپ 2. ما اول استپ 1 رو انجام بدیم. گفته که مقدار پارامتر P1 گروه 1 شماره 01 رو بکنید 2 به خاطر اینکه اسپید کنترل مود وارد اسپید کنترل مود بشیم، اسپید کنترل مود به عنوان تنظیماتمون باشه. بعدش هم گفته که این کاری که انجام دادید باید موتور رو برقش رو خاموش روشن کنید چون این ویلا افکتیو نمیشه. گفته سویچینگ آف، اینجا گفته سویچینگ پاور آف اند آن بکنیم تا چی بشه؟ تا ریستارت بشه. خب ما الان چیزی بدیم این پارامتری که میخواد رو تغییر بدیم. خب یک راهش اینه که بریم از خود درایور از این دکمه ها استفاده کنیم، بریم این پارامتر رو تغییر بدیم. ولی من دیگه نمیخوام از این دکمه ها استفاده کنم. ما میخوایم بریم از نرم افزاری که داره استفاده کنیم. این نرم افزار AST سافت هست. خب البته شما که بازش کنید وصل نیست. من دوباره بازش میکنم. خب اول که نرم افزار رو باز کنید این پنجره باز میشه. اینجا میگه آنلاین مود، آفلاین مود. خب ما میخوایم آنلاین باشیم دیگه. بعد این استارت اتو دیتکت رو میزنید. این میگه اتو دیتکشن موفقیت آمیز بود. چرا موفقیت آمیز بود؟ خب چون من این موتور رو اینجا نکنم این یو اس بی شو وصل کردم به کامپیوتر. الان این وصل به کامپیوتر من. به همین خاطر اینو تونسته اتو دیتکت کنه، مشکلی نبوده. بعد روی دکمه اوکی کلیک میکنید. بعد اینجا رو دکمه اوکی کلیک میکنید.
خب این نرم افزار ما هست، اینجا هم نوشته آنلاین. الان من میخوام برم سراغ پارامترها، میخوام پارامترها رو با استفاده از این تغییر بدم. روی این پیه کلیک میکنید. خب الان این پارامتر ادیتور برای ما باز شده. اینجا ما به پارامترها دسترسی داریم. نکنید اینجا پارامترهای گروه 0، اینجا پارامترهای گروه 0، اینجا پارامترهای گروه 1، پارامترهای گروه 2، پارامترهای گروه 3 و هر گروهی هم شما میتونید پارامتراشو تغییر بدی. اینجا شما میتونید حتی سیو کنید این تنظیماتو، بعد دوباره این تنظیماتو میتونید لود کنید. اینجا این دکمه لودش اینجا هست، میتونید لود کنی تنظیماتو. یه تنظیماتی که قبلا سیو کردی رو میتونی پارامتر فایل رو دوباره باز کنی. بعدش این دکمه رو که بزنی پارامترها رو از درایو میخونه. خب رید پارامتر هم اوکی بوده. بعد این دکمه کناریش رو بزنی. خب این دکمه کناریش هم رایت پارامتره، یعنی اینو شما بزنی پارامترها رو تو درایو مینویسه. خب یعنی شما مثلا اینجوری چیزی تغییر میدی، بعد پارامترها رو تو درایو بنویسی با استفاده از این دکمه. خب حالا ما بریم همین کاری که باید انجام بدیم. چه پارامتری بود که باید تغییر میدادیم؟ پارامتر گفته گروه 1 شماره 01 رو بکنید 2. خب گروه 1 شماره 01 اینو باید بکنیم 2. خب اینو میکنم 2. گفته که لطفاً سرور درایو رو ریستارت کنید تا ستینگ جدید اعمال بشه. خب من این اوکی رو میزنم. اینم ما زدیم دیگه، توش ریختیم، بعد توش ریختیم. خب سرور موتور رو الان از برق میکشم، دوباره وصل میکنم. خب بهتر بود که شما میدیدید که خاموش و روشن میشد. خب الان میبینید الان خاموش شده، دوباره روشنش میکنم. خب الان اینجا من مقدار 2 رو توی این پارامتر نوشتم. حالا دوباره پارامترها رو رید پارامتر میزنم که پارامترها رو بخونم. خب رید پارامتر اوکی بوده. بعد بریم توی پارامترهای گروه 1. خب شما میبینید که P101 شده الان 2. مقدارش رو من تغییر دادم. مقدارش قبلا 2 نبود، من 2 توش نوشتم. بعدش موتور رو ریستارت کردیم، این مقدار 2 توش ثبت شد. خب بریم استپ بعدی رو انجام بدیم. استپ 2 گفته که توی اسپید کنترل مود دیجیتال اینپوت هایی که لازم هستن لیستشون این هاست. بعد دیجیتال اینپوت 1 من میخوام SO آن باشه، میخوام سرو آن باشه فانکشنش، یعنی این دیجیتال اینپوت رو میزنی سرو آن بشه. بعدشون گفتیم برای که این اتفاق بیفته، برای اینکه دیجیتال اینپوت 1 اون پین سخت افزاری که اونجا هست بشه سرو آن، به عنوان سرو آن تنظیم بشه، باید پارامتر 210 رو بکنید 101. حالا اینو از کجا آورده؟ این 101 رو از کجا آورده؟ بریم توی چپتر 8. خب آخر فصل 8 تیبل 8A هست، اینپوت فانکشن دفینیشن ها. خب برای SO آن ستینگ ولیوشو گفته 01. این 01 رو یادت باشه. اینجا هم تعریفش آورده، گفته وقتی این دیجیتال اینپوت اکتیو بشه سرو درایو انیبل میشه. این 01 رو برای SO آن یادت باشه. دوباره برگردیم تو چپتر 5، اون جایی که برای اسپید کنترل مود ما میخوایم تنظیمات اولیه رو انجام بدیم. اینجا گفته P210 رو بذارید 101. حالا چرا اینجا گفته 101؟ مگه اونجا برای SO آن وقتی ما میخوایم تنظیم کنیم که به عنوان DI1 باشه، مگه نباید اینو بکنیم 01؟ این یکش از کجا اومده؟ خب بریم توی پارامترهای گروه 2 چپتر 8. توی چپتر 8 ابتدا اومده اینا رو به صورت خلاصه گفته، بعدش اومده اینها رو به صورت با توضیحات زیاد گفته. خب الان باید بریم توی گروه 2. الان گروه 0 گروه 2. خب P210 برای اینه که DI1 دیجیتال اینپوت 1 تنظیم کنیم که کدوم دیجیتال اینپوت میخوایم روی این پین بیفته. خب اینجا تو تنظیمات DO10 این هگزادسیماله، بچه دقت کنید. این 01 اولی اینا A هستن. این اسم A یعنی برای این دوتا گذاشته شده، برای این دوتا کاراکتری که اینجا هستن گذاشته شده، برای این 0 و 1. بعد این یک دیگه B'ه، مثل اینه که برای یه گروه بیت شما اسم بذاری، اینم همینه. حالا این A برای چیه؟ این A این دوتا کاراکتره برای اینه بعد اینکه مثلا میخوام مشخص کنیم که DI1 مثلا SO آن باشه یا کدوم ورودی دیجیتال دیگه باشه. بعد این B برای اینکه مشخص کنیم که این نورمالی کلوز باشه یا نورمالی اوپن باشه. خب برای اینکه نورمالی اوپن باشه این بیه باید 1 باشه دیگه. خب این بیه رو 1 میذاریم. برای اینکه SO آن هم روی این DI1 بیفته، این A رو باید 01 بذاریم. پس میشه 101. الان دوباره ما برگردیم توی چپتر 5 ترایال، بعد بدیم توی این بخش اسپید کنترل رو میخوایم اجرا کنیم. اینجا گفته DI1 P210 رو بذارید 101. این یکی که اینجا دادیم تهش دادیم، این یک پر ارزشش، این برای اینه که مشخص کنیم
نورمالی اوپن باشه. این صرف یک هم برای اینکه مشخص کنیم که SO آن روی این DI1 باشه. خب حالا پس فهمیدید که این P2 10 که گفته 1 صرف 1 برای چیه؟ برای اینکه SO آن روی DI1 بیفته و بعدش هم نورمالی اوپن باشه. خب اینو بریم تنظیم کنیم. خب میریم تو پارامترهای گروه 2، پارامتر P2 10 رو اینو باید بکنیم 1 صرف 1. دقت کنید که پارامتر P2C هم صفره، یعنی سرو آن نیست. اگه سرو آن بود سرو رو آف کنید، چون توی اون استپایی که گفته بود که نگفته هنوز سرو رو آن کنیم. در مراحل بعدی باید این کارو بکنیم. P2 10 من میخوام اینو بکنم 1 صرف 1. الان ما باید اینو تو درایو بنویسیم. برای اینکه بنویسیم این رایت پارامتر رو من میزنم. خب این میگه که آیا پارامترایی که فقط تغییر دادی رو رایت کنم توی درایور؟ من میگم بله، همینا رو رایت کن. بعدش هم با موفقیت آمیز رایت کرده. حالا بیاید بخونیم پارامترها رو، بخونیم پارامترها رو یه بار دیگه میخونم. بعد میریم تو گروه 2، پارامتر P2 10 نگاه کنید الان مقدارش 1 صرف 1 هست. برمیگردیم به رفرنس منوال. خب اینجا ما تو استپ 2 بودیم که رفتیم پارامتر P2 10 و اولا با هم صحبت کردیم که چرا 1 صرف 1 شده. این صرف 1ش برای اینکه SO آن باشه و این یکش هم برای اینکه نورمالی اوپن باشه. الان میریم سراغ دیجیتال اینپوت 2 که نسسری هست، لازمه برای اینکه ما بخوایم بریم توی اسپید مود کنترل. دیجیتال اینپوت دومی که لازم داریم تورک لیمیت انیبل هست. برای اینکه تنظیم کنیم که این تورک لیمیت انیبل بیفته روی DI2 باید بریم P2 11 رو بکنیم 109. حالا اینکه 09 به خاطر اینکه این TRQLM بیفته روی DI2 که یک ورودی دیجیتال، ما میخوایم اختصاصش بدیم به این ورودی دیجیتال پین، به این پین DI2 میخوایم اختصاصش بدیم. برای اینکه این اتفاق بیفته 09 باید بنویسیم توی P2 11. این یکم برای اینه که نورمالی اوپن باشه. خب پس بریم P2 11 رو بکنیم 109. P2 11 رو من میکنم 109. بعدش میریم سراغ P2 12 و P2 13. اینا رو همه رو تغییر میدم، بعدش سیو میکنم. P2 12 رو باید بکنیم 114، بعدی 115، بعدی هم 102. 114 115 102 اینا رو تغییر بدیم. خب P2 14 هم که 102 هست. یه بار برگردیم که چک کنیم. خب اینجا باید باشه 101 109 114 115 102. خب 101 109 114 115 102. بعد از اون P2 15 تا P2 17 باید 0 باشه. بعد P2 36 تا P2 41 هم باید 0 باشه. بریم این کارا رو هم انجام بدیم. P2 15 رو 0 میکنم، P2 16 رو هم 0 میکنم، P2 17 رو هم 0 میکنم. بعد از اونم از 36 تا 41 رو باید 0 کنیم. خب همه این تغییراتی که گفته بود، این رجیستر هایی که خودش گفته بود تغییر بدین، من تغییر دادم. اینا برای تنظیمات پین های دیجیتالمون بود. بعد رایت پارامتر رو میزنم. این فقط پارامترایی که تغییر دادیم رو میگم رایت کن. بعدش هم سکسسفولی شد. بعد یه بار دیگه میخونیمش پارامترها رو. بعدش هم میریم پارامترهای گروه 2، بریم پارامترهای گروه 2. خب اینجا P2 10 101 109 114 115 102. بعدش هم P2 15 باید 0 باشه تا P2 17. بعد از اونم P2 36 باید 0 باشه تا P2 41. خب این تنظیماتی که گفته بود اعمال کردیم. برگردیم توی رفرنس منوال ببینیم دیگه از ما چی میخواد. خب ما DI3 رو برای SPD0 که اسپید کامند سلکشن اولی هست و SPD1 هم روی DI4 هست که اسپید کامند سلکشن دومی هست. الان در ادامه صحبت میکنیم که با اینا چجوری انتخاب میکنیم که سرعت موتورمون چجوری باشه. مقدار این ورودی های دیجیتالی که به درایور داریم میدیم SPD0 و SPD1 که اینجا تنظیم کردیم که روی DI3 و DI4 باشن، با اینها چجوری سرعت موتور رو مشخص کنیم. اگر هر دوتای این دیجیتال اینپوت ها رو 0 بدیم به درایور، یعنی این که میخوایم از ولتاژ آنالوگ استفاده کنیم منهای 10 ولت تا مثبت 10 ولت برای اینکه سرعت موتور رو مشخص کنیم. باید یه ولتاژ آنالوگ ورودی بدیم به درایور تا سرعت موتور رو مشخص کنیم. این اسپید کامند نامبر 1 حالتیه که دوتاشون 0 باشن. حالا اگر یکیشون 1 باشه یا دوتاشون 1 باشن، اینجایی که سرعت موتور با توجه به پارامترهای P109 P110 یا P111 مشخص میشه. اگر SPD1 0 باشه، SPD 0 1 باشه، سرعت موتور توی این پارامتر مشخص شده که توی این پارامتر ما یه مقدار از منهای 60000 تا مثبت 60000 می‌نویسیم و همینطور توی P110 و P111 که این مقدار سرعت موتور هست. واحدش هم 1/10 دور بر دقیقه است، یعنی این 60000 6000 دور بر دقیقه است. البته موتور ما 3000 دور بر دقیقه است، یعنی از منهای 30000 تا مثبت 30000 شما باید بنویسید توی این سه تا پارامتر. خب ما برای اینکه موتور رو توی سرعت‌های مختلفی بتونیم بچرخونیم، بیاید بریم این پارامترهای 0 9 و 10 و 11 رو توی گروه 1 تنظیم کنیم. میریم پارامترهای گروه 1. اینجا 1000 میشه 100 دور بر دقیقه.
خب اینو میذارم 50 دور بر دقیقه باشه، اینو میذارم 500 میشه 50 دور بر دقیقه، چون واحدش 1/10 دور بر دقیقه است. پی 1/10 رو میذارم 500 دور بر دقیقه میشه 5000، چون 5000 تا 1/10 میشه 500. این پی 1/11 هم تغییرش نمیدم، همین 3000 باشه. بعد اینا رو مینویسم توی درایورمون، اینجا رایت رو میزنم، فقط اینا که تغییر دادیم رو رایت میکنیم، رایت هم ساکسسفولی بود. بعدش دوباره اینا رو میخونیم ببینیم مقدارش چنده، بعد میریم توی گروه 1 اوکی، بعد میریم توی گروه 1 پی 19 500 و 5000 و 3000 هست. خب این سرعت هایی که ما دادیم هم تنظیم کردیم که من الان با 2 تا ورودی دیجیتال میتونم تنظیم کنم که کدوم یکی از این 3 تا سرعت رو میخوام. خب استپ 2 رو هم انجام دادیم، حالا میرسیم به استپ 3. استفاده کننده میتونه از ورودی دیجیتال 1 استفاده کنه برای اینکه سرو درایو رو آن کنه. بعدش هم اگر DI3 و DI4 هر دوتا خاموش باشن، یعنی S1 یعنی اسپید کامند 1 هست انتخاب شده که اون به معنای اینه که ورودی آنالوگ انتخاب کردید برای اینکه سرعت رو مشخص کنید. اگر DI3 و DI4 هر کدوم 0 و 1 باشن، ما 3 تا از این سرعت ها رو داریم که میتونیم یکی از این 3 تا رو انتخاب کنیم. اینجا این مسئله رو گفته، بعدش هم گفته که شما میتونید آزادانه هر سرعتی بخواید انتخاب کنید. وقتی هم که بخواید از این حالت اسپید ترایال ران بیاید بیرون، باید از DI1 استفاده کنید تا سرو درایو رو دیسیبل کنید. خب ما برای اسپید کنترلمون، برای این حالت کنترل سرعت، داریم از 5 تا ورودی دیجیتال استفاده میکنیم. این 5 تا ورودی دیجیتال برای اینکه ببینید دقیقاً کجا هستن، بریم توی چپتر 3. دیجیتال اینپوت 1 شماره پین شماره 9، دیجیتال اینپوت 2 پین شماره 10، دیجیتال اینپوت 4 پین شماره 8، دیجیتال اینپوت 5 پین شماره 33 و دیجیتال اینپوت 3 پین شماره 34. خب من اینا رو وصل کردم، پین ها رو اومدم اینجا وصل کردم به چند تا دیپ سویچ و ما اینا رو الان میتونیم تغییر بدیم. خب اولین کاری که میکنم اینه که با این دیپ سویچ اولیه سرور رو آن میکنم. بعد از اینکه سرور رو آن کردم، چون الان هر دو تا SPD0 و SPD1 این دوتا هستن، SPD0 و SPD1 ها هر دوتاشون 0 هستن، داره از آنالوگ اینپوت استفاده میکنه که سرعت موتور رو بفهمه و چون آنالوگ اینپوتی ما بهش نمیدیم الان 0 داره میفهمه. حالا برای اینکه از SPD0 و SPD1 استفاده کنیم، برای اینکه 3 تا سرعت مشخصی که تو 3 تا پارامتر تنظیم کردیم و اعمال کنیم، یکیشو باید 1 کنیم. خب الان من SPD0 رو 1 کردم، SPD1 0 و موتور داره با سرعت 50 RPM میچرخه. اگر هر دوتاش 1 باشه، موتور با اون سرعتی که تو PD 11 تنظیم کردیم میچرخه. اگر که PD0 رو 0 کنیم و PD1 رو 1 کنیم، موتور با سرعت بیشتری میچرخه. چرا؟ این 500 RPM، این الان میشه 300 RPM و اگر SPD1 رو 0 کنیم الان شد 50 RPM. الان 50 RPM داره با پارامتر 9 میچرخه که تو سرعتی که تو پارامتر 9 مشخص کردیم 50 RPM بود. اگر هر دوتاشو 1 کنیم با 300 RPM میچرخه که سرعتیه که تو پارامتر 11 مشخص کردیم. اگر SPD0 0 باشه، SPD1 1 باشه، الان داره با 500 RPM میچرخه که سرعتیه که توی پارامتر 10 مشخص کردیم. هدف این بود که تا اینجا ورودی‌های دیجیتال سرور رو درک کنید، بتونید باشون کار کنید. ما الان حالت کنترل سرعت رو داریم اعمال میکنیم و سرعت‌های مختلفی و موتور میتونه باهاش کار کنه.